یکی از موضوعات سیاسی که این روزها خیلی در محافل و مجالس مختلف درباره اون صحبت میشه، بحث گفتگوی هسته‌ای ایران هست با کشورهای عضو 5+1. امروز اختصاصاً در این مورد با شما صحبت میکنیم با حضور میهمان ارجمندی که خدمتتون معرفی خواهد شد. آقای دکتر بزن بهادر، فرزند مرحوم عبوی. خیلی دکتر هستند ایشون. از مرغوب ترین اجناس استراتژیکی نظام، تکتاز گردنه های پرپیچ و خم هراس با 30 تن بار میلگرد در شب تاریک، اونم با دندگی عقب. کسی که روی کرنر خودش هد میزنه و توپ رو با تور آشنا میکنه. معدن کشف ناشده علم و حلم، شیک، با دوام، مجلسی. خیلی خوش آمدید. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیلی ممنون. اکه با این معرفیتون انگشت گذاشتین صاف رو اون نقطه ضعف ما که همین شکست نفسی بی‌صاب مونده‌مونه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که اگه با چاقو بذارن تو پک و پهلود، اون خونی که میریزه بیرون رو زمین مینویسه شکست نفسی کوچیک آقایان. ولی از این شکست نفسی من شما سوء استفاده کردید، نصف تعریف های ما رو اینجا نگفتید. درود بر شما. مذاکرات به نسبت طولانی انجام شد در ژنو. ارزیابی شما از مذاکرات صورت گرفته در چند ماهه گذشته چه بوده؟ کی بحث نصف کاره گذاشت، ولی اب نداره. اگه بخوام اینو خدمت بینندگان گرام عرض بکنم 1 ساعت طول میکشه. این بحث طول و عرضه. ولی خیلی خلاصه میگم، اصل بحث همینه. نو آکبند تازه از بازار اومده. بنویس که یادت نره، حوصله ندارم 10 دفعه توضیح بدم. درسته که دادار دودور میکنیم که آی 4 ماه تمدید شد، آی 4 ماه تمدید شد، ولی خودمون که حالیمون چه خبره؟ تو هم حالیت باشه. مذاکره تمدید نشده ها، اون توافق نامه تمدید شده که ظریف و شیخ بری میگفتن یه 6 ماه این ترکمنچای رو تحمل کنید، بعدش میرسیم به جای خوبش. حالا به هیچ جا نرسیده، میگن 4 ماه دیگه هم تحمل کنید. ناکس. تا اینجاش که 20% رو بای دادیم رفت. اون چیزای دیگر هم بای دادیم که من چون 10 دفعه گفتم حوصله ندارم، توفم کف دست عضو نذاشتم. گفتم برو 20 سال دیگه بیا، شاید تحریما رو برات منتفی بکنیم. فهمیدی یا نه؟ ظریف هم با این مذاکره کردنش مشک. صحبت از پرانتزها خیلی وجود داشت. دو طرف میگفتن پرانتزهایی وجود داره. به نظر شما در این فرصتی که وجود داره این پرانتزها قابل حل خواهد بود یا نه؟ این ظریف مشنگ و اون الاغچی حالیشون نیست که با پرانتز دستکاری کردن که مذاکره درست نمیشه. عجب بدبختی گیر کردی. من 10 بار بهشون گفتم از این حرفای مف نزنی، برای پوستتون خوب نیست، چون همچی میزنم که جفتتون کبود و سیاه بشین. ناکسا هی میخوان یه طور دیگه نشون بدن برای اینکه سر بسیج شیره بمالن. بسیجم که دست اینا رو خونده، همونا میفهمن چه بدبختی داریم، هم اینا ریزش میکنن. حرفای های سعید قاسمی رو که شنیدی دیگه واردش نمیشم. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به شوته گفتم بابا چی کاره است. حالا باباش آخوند بود، این نمیخواست بگه آخونده که زایش بکنه، گفتش که کمربند مشکی شرعیات داره ولی عقلش کمه، میبنده به کلش. یعنی کاملتر زایش کرد. بسیار عالی. عرض شد به حضور شما که به نظر میرسه که خیلی دوست ندارن که این تحریم رو به سادگی برداشته بشه یا در برداشتن تحریم ها دارن تعلل میکنن. بازم تو اومدی راه بری سکندری خوردی تو دیوار. ناکس. تازه بعد این همه وقت رسیدی به این که دوست ندارن تحریما برداشته بشه. به مشنگه گفتن که لباس سیاهتو بپوش سری بیا بریم، بابات مرده میخوایم بریم تشییع جنازه. بعد مشنگه گفتش که راستشو بگین، احساس میکنم یه چیزی شده نمیخوایم به من بگی. ناکس. بحث پایان مسئولیت خانم کاترین اشتون بود، اما ظاهرا اینجوری که گفته شد تا پایان مذاکرات همون حدودای نوامبر قرار شد ایشون در همین پست و مسئولیت باقی بمانند. جایگزینشون هم مشخص شده. فکر میکنید که علت چه باشه؟ آیا ایشون ماندن تا مذاکرات به پایان برسه یا نه علت دیگری داره؟ وارد این بحثا نشو. یه چیزایی هست که به خود مقام عضو مربوط نیست دیگه، چه برسه به تو. به امور خصوصی آقای ظریف چه کار داری؟ سربسته بگم، آخر دور قبلی گفتگوها شنیدن که ظریف
زیر لبی میگفته آینه بغل ماشینم نشدیم که بعضیا از اونی که فکر میکنیم به همون نزدیکتر باشن. تو دور آخر گفتگوها به خانم اشتون گفته که 15 هر ماه دیره که با هم ملاقات بکنیم، بیا اول هر ماه هم دیگه رو ببینیم. انشالله که همینطور باشه. هر شود نکته دیگری که وجود داره این روزها می‌بینیم که دولت امریکا عمیقاً میخواد که در واقع این مذاکرات به سرانجام برسه. دولت به دنبال توافق هست بر سر موضوع هسته‌ای ایران. فکر می‌کنید که علت تمایل امریکا برای دولت امریکا برای رسیدن به توافق چیست؟ من فکر کنم تو هم عقلت پاره سنگ برمی‌داره، یه تخته حسابی کم داری. الان داشتی میگفتی رو نمیخوان تحریم رو بردارن، حالا میگی خیلی میخوان توافق بکنن. بالاخره یه حرف بزن، به شخصیتت یه خود تاف بزن بلکه کم ثابت بشه. ما 4 ماه دیگر مذاکرات رو در پیش داریم که شاید مذاکرات سخت و دشواری باشه. تحولات آینده تحولات مشخصی نیست. میخوام به یک جمع‌بندی برسیم که چه خواهد شد و چه بکنیم که این موضوع به یک سرانجام درست و مشخصی برسه. نه دیگه، هرچی فرج مرج بود تا حالا باید خودشو نشون میداد. با عقب انداختن که چیزی حل نمیشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که شوتر رفت کلاس بدنسازی، مربی بهش گفت نگاه کن هفته اول بدن درد میگیره ولی خب بعدش از هفته دوم دیگه عادت میکنی. شوته گفت خب پس من میرم از هفته دوم میام. خیلی ممنونم بینندگان گرامی، با شما خداحافظی میکنم. از شما هم خیلی خیلی ممنونیم. عزت همگی زیاد. اگه